و همین گونه زنها انقلاب کنید، زنها برایت شما میتوانید. درباره مردها در قرآن یگان سوره نیست، مخصوص سوره نساء نازل شده است مخصوص برای زنها. اینقدر مقام و جایگاه زنها بلند بوده است، اینقدر زنها رو خداوند دربارهش گفته است و آنها رو احتیاط کنید گفتند و اینقدر حدیث و درباره زنها، همش برای زنها، همش برای زنها. من فکر میکنم که اگر که در زمان ما پیامبر ما درود بر روانشان و عموما اهل عائله ایشان همه شدن، دخترانشان مثال همسرانشان و عموما جمع یاران و دوستانشون، حتما اگر در زمان ما میشد اون کس هم در اینستاگرام برآمد میکرده. من حقیقت تصور میکنم چون که هر لحظه اسلام همین گونه یک دین است که سبکی ها رو برای انسان داده است. هر چیزی سبک است قبول کن. مثال زمانی تکنولوژیا، زمانی مثال سامالیات، زمانی تلفن های زمانوی، چرا ما باید که باز با شطور با تجارت رویم مثلا بعضی ها اینگونه فکر میکنند و اندیشه شخ شده میمونند. من فکر میکنم که انا همین ادامه کارهای انمان زنهایی که در وقت ظهور اسلام چقدر تلاش کردند و هر یکشون معلم بودند، شما بر این زنها در جامعه ما امروز عملا تصدیق کرده ایستاده. ده قالب شخ شده نه، عملا بگذار برآمد کنید، بگذار باشد سخن شما، بگذار یک جایگاه شما باشد. امروز زنهای ما درست حاضر گفتید ما خیلی پیش رفتیم، لیکن حالا هم ما میبینیم زن از دست شوهرش کشته شد، زن از دست خوشتامنش کشته شد. زن بینید در پنجکین، در بختر 4-5 فرزند خودش رو اول در درخت آویخت و بعدا خودش رو آویخت، یا چند فرزند خود رو اول در دریا غرق کرد، آنها مردن، خودش رو هم برای کشتن پرتاب، که چی سببی شد و خودش جان شیرینی کرد به چیز در ماند و خودش نمرد و باز حبس شد. از این روحی چی میگن، روحیه ویرانی سخت در جامعه نیست فکر میکنم. و مهربان جان و ها احیات روی هفتاده شدن و ها علم نگفتن و ها زندگانی سختی حیات به دوچار شده، همین مرگ پیشه کردن، همین که فکر کردن که خلاص میشن. گفته چی شما سختی ندیدید؟ چی شما در سرحدها به پول نماندید؟ چی شما بعضا دشواری ها تهمت نشد در حق شما مگر؟ شد همه شد، لیکن ترینینگی من همین هوسمند کنی حیات به زنهای تا حتی مردهای تجارت بکی، اگر آدم موفق شود تجارت به علم آموزد، اگر ایخی کارو و دست نمیزند،